یه اندازه‌گیری دیگه که داریم که به خصوص تو لباس شب و عروس باید این اندازه گرفته بشه میشه بلندی پیش شخص. بلندی پیش شخص از جایی که وسط سرشونمون هست 1 سانت به سمت جلو، از وسط سرشونه 1 سانت به سمت جلو، متر کاملا کیپ گردن، متر کاملا خوابیده رو تن شخص میاد تا نوک سینه دستم رو کاملا به این صورت خوابیده روی سینه شخص میذارم و تا جایی که به عنوان خط کرسله یا نوار کرسله رو بسته بودم به عنوان خط کمر در نظر گرفتم، من بایستی بلندی پیش شخص رو اندازه بگیرم. این میشه بلندی پیش شخص. ما بعدها میام حالا قوانین فرمول که بهتون بگم، توی فرمول یه بلندی پیش الگو یا بلندی پیش فرمول داریم. من این دوتا عدد رو با هم مقایسه میکنم. در بعضی اشخاص طرف سینه های خیلی بزرگ یا سینه های خیلی کوچیک داره که میشه ایراد اندامی سینه بزرگ یا ایراد اندامی سینه کوچک، یعنی حد وسط نیست، یا خیلی کوچیکه یا خیلی بزرگه. من این اندازه‌گیری رو برای اون موقع احتیاج دارم که تشخیص بدم این خانم آیا ایراد اندامی سینه داره یا نه.